و عبدالله ابن عمر سوال میکنند که ما بعضی کارهای را میکنیم که آن را از گناه های کبیره میدانیم. عبدالله ابن عمر میگویند نه، این کارها از گناه کبیره نیست. میگویند گناه کبیره میگویند اساسا 9 تا هست. یکمش شرک آوردن به الله. و معنای شرک هر چیزی که لایق الله هست، زیبنده الله هست، به دیگران دادن و دیگران را در آن شریک کردن. دوم کشتن یک انسان از روی ناحقی. سوم گریختن از میدان جنگ، یعنی تو با مسلمان ها در برابر کفار می جنگی، آنها را به گفت رسول پدودید میکنی، خائنی میکنی و پشت آنها را خالی مانده میگریزی. و قذف المحسنه و تهمت کردن یک زن پاکدامن و خوردن ربا و این چنین خوردن مال یتیم و این چنین به گناه ها دست زدن در مسجد الحرام یا در مکه و این چنین مسخره کردن دیگران و عجیبش و بکاء الوالدین من العقوق و گریاندن پدر و مادر با اذیت رسانیدن به آنها با عاق شدن. یعنی از گناه های کبیره است مادر را گریاندن و پدر را گریاندن و آنها صدا بلند کردن و آنها را اذیت کردن، که امروز غرب فساد شده کفار هر چی میکنن فرزندان را این تربیه میدهند که از داد زدن بالای پدر و مادر هم هیچ هراس ندارن. از این کار گناهی کبیره بودن. گناهی کبیره یعنی که تو رو به آتش دوزخ برای در آمدنت این اولین یا گفتیم سببی اساسی می شود. گناهی کبیره چیزی آسان نیست که تو گریه پدر و مادرت را بگویی حق گریه کرد خب میکند. نه، گریاندن پدر و مادر از کبایر است. و وقتی که با همین سوال رو بعد از جواب دادن، عبدالله ابن عمر به سوال کننده میگویند آیا تو میخواهی از آتش دوزخ دور باشی و دوست میداری داخل جنت شوی؟ او میگوید آره والله من این رو میخواهم. میگوید احیون والدک، آیا پدر و مادرت زنده است؟ او میگوید این دی امی، من مادر دارم. بعد عبدالله ابن عمر میگویند فوالله لو علنت لها الکلام و اطعمتها الطعام لتدخلن الجنة مجتنبت کبائر. والله اگر تو با او صحبت های شیرین کنی، یعنی با او نرم زبان باشی، با او با سختی صحبت نکنی و با او خوراک دهی، یعنی به خوردنش اگرچه صاحب مال باشد هم برای او خرید کنی، در این وقت بدان که تو مادامی که از گناه های کبیره دور هستی، همین خوبیت به مادرت، همین معامله خوبت به مادرت و همین به مادرت رو خورانیدنت رو داخل جنت میکند. و در دوامش آیت رو میارند که وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، آن بال و پره که یا آن مهربانی که با خاکساری، با تماما فروتنی، به کبر و غرور منت پرنده ها بالای چوجه هاشان میکنند، تو هم همین گونه در پیری با پدر و مادرت را زیر قناتت یا زیر مهربانیت نگه دار.